به نام خدا. سلام، مجید علی نوری هستم. اگه میخوای شکل‌های زیست شناسی رو درست، اصولی، مفهومی و زیر ذره‌بینی یاد بگیری، با من همراه باش. تصویرهایی که در فعالیت مربوط به تشریح مغز گوسفند اومده اینقدر مهمن، اینقدر پرنکته‌ان که حتی یک سال در کنکور 2 تست از این تصاویر اومد. همین 3-4 سال اخیر بود، دقیق یادم نیست، یا 402 بود یا 403. پس خوب دقت بکنید که نکات این شکل ها رو درست یاد بگیرید، اینقدر باهاش دشمنی نداشته باشید. به خدا آسونه، خیلی سخت نیست، فقط یک سری تجسم فضایی باید داشته باشید. اگر معلمتون تو مدرسه سال 11 بودید تشریح مغز رو براتون انجام بدن که خب دیگه خیلی هم عالی. اگه نه، برو کله پاچه یه دونه مغز پخته بگیر، بردا بیا خودت بشین اجزاشو نگاه کن. رو مغز خام یه ذره سختته، ولی مغز پخته رو قشنگ قلفتی در بیاره بهت بده، بیا نگاه کن ببین چی داره دیگه. راحت همه این اجزا رو میتونی توش تشخیص بدی. خب بچه‌ها، تصویر سمت راست از نمای پشتی مغز رو به طور کامل، یعنی شما دارید از نمای بالایی به تصویر سمت راست نگاه میکنید. پایینی نوشته سطح شکمی. خب منظور از نمای زیرین هست. این ور الان بالا میشه، این قسمت فرقی نمیکنه، جلوی سر گوسفند. این طرف هم میشه عقب سر گوسفند. مفهومه تا اینجا؟ خب اول از همه ببینیم از نمای بالایی یا در سطح پشتی مغز گوسفند چه اجزای قابل تشخیصن. دقت بفرمایید، شما لب‌ها یا پیازهای بویایی گوسفند رو از سطح پشتی دارید میبینید. قبلا تو شکل گفتم در مورد انسان اینها دیده نمیشند از سطح پشتی. پس لب‌ها یا پیازهای بویایی رو داریم میبینیم، ولی نه به طور کامل. در سطح شکمی داریم کاملتر میبینیم. من اشتراکات رو مشخص بکنم. نیمکره راست و نیمکره چپ مخ رو دارید میبینید. خب پس این دوتا رو هم یه قسمت‌هایی رو میتونیم بگیم هست. جالبه که اینو اگه بیایم تلفیق بکنیم با شکل‌های قبلی که نکته‌هاش هم تو اون ویدیوها گفتم، الان لوب گیجگاهی رو در سطح پشتی نمیبینیم. پس اینجا میشه عدم دیدن لوب‌های گیجگاهی مخ. ولی در شکل سمت چپ دقیقاً شما اتفاقاً دارید بیشتر لوب گیجگاهی رو میبینید. پس اگه گفتن مخ میگی هم پشتی هم شکمی دیده میشه، ولی اگه گیر دادن به لوبا میگی پیشانی، آهیانه، پس سری از سطح پشتی دیده میشه. یه قسمت هایی از پیشانی و یه قسمت های خیلی کوچیکی از پس سری و بیشتر لوب های گیجگاهی از سطح شکمی دیده میشه. اوکی؟ خب از نظر دو قسمت مربوط به مخچه، به اصطلاح دو نیمکره مخچه، از سطح پشتی دارید میبینید نیمکره مخچه رو، از سطح شکمی هم ببینید، هم این ور هم این ور قسمت پایینی نیمکره های مخچه دیده میشن. پس اینم تیک میخوره اینجا. نخاع رو شما هم از سطح پشتی داری میبینی هم از سطح شکمی داری میبینی. اما یه سری چیزا هستن که خب تو سطح پشتی دیده میشن، تو سطح شکمی دیده نمیشن. مثلا شیار بین دو نیمکره که قبلا بهتون گفته بودم زیر این شیار رابط پینه‌ای وجود داره، اگه برش بزنیم زیرش رابط سگوش و خود بطن 1 و 2 رو میتونیم ببینیم. حالا یک سری رشته هایی هم درون این بطن 1 و 2 وجود دارند که تحت عنوان اجسام مخطط میشناسید. شبکه مویرگی هم اونجا وجود داره. در نمای پشتی شما کرمینه مخچه رو میبینید که یک ساختار خیلی بزرگیه، یعنی اصلا کوچولو نیست. ببینید رابط های بین دو نیمکره مخ از نمای سطحی دیده نمیشند، ولی کرمینه بین دو نیمکره مخچه کاملا روی مخچه رو گرفته و خیلی هم بزرگ دیده میشه. خب بریم اون طرف در سطح شکمی ببینیم چه خبره.
شما در سطح شکمی مثلا با رنگ نارنجی نشونتون بدم، میتونید کیاسمای بینایی رو ببینید، میتونید مغز میانی رو ببینید، پل مغزی رو ببینید و حتی بصل و نخاع رو ببینید. توی اون تصاویری که در مورد انسان بود از نمای جانبی هم نگاه میکردیم، ما مغز میانی رو اصلا نمیدیدیم، کاملا لوب گیجگاهی روی مغز میانی رو گرفته بود. ولی از سطح زیرین یا سطح شکمی که نگاه میکنی دیگه مغز میانی رو مشاهده میکنی. پس حواست به این تفاوت‌ها و شباهت‌ها باشه که از هر زاویه بالایی یا پایینی چی می‌بینی. یه بار توی کنکور یه تست اومده بود، نوشته بودش که اگر مغز گوسفند را طوری در ظرف تشریح قرار دهیم که لب‌های بویایی رو به بالا باشند، منظورش این بود که اگه داریم از این زاویه به مغز گوسفند نگاه میکنیم، الان لب‌های بویایی رو به بالا هستن. اگه لب‌های بویایی رو به پایین باشن، خب اینجا الان پایین‌ترن دیگه، از بالا به پایین نگاه بکنیم. پس متن رو شما باید ترجمه بکنید. یا به یکی از بچه‌ها گفتم که اونقدری که شما توی تست های زیست شناسی باید تعبیر و ترجمه استفاده بکنید، شاید تو تست های زبان انگلیسی و زبان عربی لازم نیست. در هر صورت این تعابیر بسته به سلیقه طراح هر سال توی کنکور دارن استفاده میشن و میخواد ببینه که کی فهمیده کی حفظ کرده، اونی که فهمیده بتونه جواب بده. خب میتونیم بریم سراغ شکل‌های پایینیمون که یه ذره اینجا جزئیات بیشتر رو میتونید مشاهده بفرمایید. در این دو شکل من اول شکل سمت راست رو توضیح میدم، بعد شکل سمت چپ. در شکل سمت راست انگار که با یه شمشیر زده از اینجا نصفش کرده دیگه، همون کاری که با عکس‌های قبلی انسان براتون توضیح میدادم. کاملا این رو باز کرده، از سطح پشتی باز کرده. خب و دارید اجزایی رو که قابل مشاهده هستند رو تشخیص میدید. مهمترین چیز رابط پینه‌ایه. ببینید این محدوده‌ای که سبز کردم دیگه نیازی نیست دوباره رنگ آمیزی کنم دیگه، رابط پینه‌ای هست. زیر رابط پینه‌ای قشنگ اینجا دیگه میبینید یه رابط سگوش دیده میشه. خب زیر رابط پینه‌ای هست و در صورتی دیده میشه که شما برش بزنید به این صورت، برش عمودی کاملا باید بین دوتا نیمه چپ و راست مغز بخوره تا رابط سگوش دیده بشه. حتی رابط پینه‌ای رو هم تا زمانی که دوتا نیمکره مخ رو باز نکنید نمیتونید تشخیص بدید. داخل بطن 1 و 2 اجسام مخطط رو برای شما مشخص کرده. خب بالاتر هم توضیح دادم. مویرگ ها هم اینجا حضور دارن، ترشح مایع مغزی نخاعی رو هم همین مویرگ ها دارن انجام میدن. جذابیت این تصویر برای من اندازه این برجستگی چهارگانه است. ببینید این دوتا قشنگ بزرگتر و این دوتا پایینیش خود کوچیکتر دارن دیده میشن. قبلا بهتون گفتم که برجستگی چهارگانه که جزو مغز میانی هستند، دوتای بالایی بزرگترن در آفرین بینایی و دوتای پایینی که کوچکترن در شنوایی نقش دارن. ولی در کل رمز مغز میانی چی بود؟ شنوایی و بینایی و حرکت. گفتم شبح مغز میانی، شنوایی، بینایی، حرکت. دو تا نیمکره مخچه رو هم برای شما تفکیک کرده. درخت حیات رو، ماده سفید رو در مرکزش دارید میبینید و همچنین بطن 4 رو هم به خوبی اینجا میتونید تشخیص بدید. محوطه‌ای که میگفتیم جلوی مخچه و عقب پل مغزی و بصل النخاع قرار گرفته. خب توی شکل سمت چپ دوباره جهت باید تشخیص بدید که آقا این الان نیمه چپ مغز گوسفند رو نشون من داده یا نیمه راست مغز گوسفند رو نشون من داده. با توجه به توضیحاتی که تا الان دادم دیگه واقعا انتظار دارم الان تشخیص بدید. بردار الان منطبق بکن با نیمه سمت راست سر خودت، میبینی که نیمه چپ رو برداشتند از زاویه داخل، یعنی اینجا از این زاویه دیگه من پیکان چجوری بزنم از هر طرفی. خب داری نیمه راست مغز رو نگاه میکنی. فقط حواست باشه دیگه موقعیت مخچه نسبت به مخ در مغز انسان و مغز گوسفند خب یه خورده متفاوته دیگه. سر گوسفند
افقی، سر انسان کاملا عمودیه. خب همین باعث شده که یه ذره موقعیت ها تفاوت داشته باشه، وگرنه در کل فرق خاصی با همدیگه نمیکنن. از نمای جانبی هم شما دوباره رابط پینه‌ای رو خیلی خوبی اینجا تشخیص میدید. بطن 1 و 2 که هاشور و آبی خورده رو دارید میبینید، بطن 3 رو به قشنگی دارید میبینید. موقعیت اپیفیز، یادتون شکل قبلی ها نشونت میدادم، میگفتم ببینید اپیفیز اینجاست، بعد اینجا هم نگاه کنید باز دیده میشه. خب این اپیفیز کاملا در تماس با بطن سوم، در تماس با برجستگی های چهارگانه، یا به قولی در تماس با مغز میانی قرار گرفته. خب تالاموس در این زاویه قابل تشخیصه، به این خوبی، به این بزرگی. ما میدونیم که هیپوتالاموس و هیپوفیز پایینتر و جلوتر هستن. تقریبا میشه گفت که محدوده هیپوتالاموس و محدوده هیپوفیز اینجاها خواهد شد. موقعیت مغز میانی رو هم که همینطور ادامه بدید حتی تا اینجاها ادامه دارد، و بعد موقعیت پل مغزی، موقعیت بصل النخاع، بطن چهارم هم که دوباره تو این شکل هم قابل تشخیص. نیمکره مخچه هم که خب ماده سفید مرکزش، درخت حیات هم به وضوح داره دیده میشه. این هم از اجزای کلی که شما باید تشخیص بدید که اگر مثلا 2 نیمه مغز رو از بالا باز کنیم چیا رو میبینیم؟ خب جواب میده اینا رو ببینیم. اگر بگن که حالا مثلا یه نیمه رو به طور کامل برداریم و از سطح داخلی به نیمه دیگری از مغز نگاه کنیم چیا رو میبینیم؟ خب باید بگی اینا رو ببینیم. اینم که بهت گفتم نیمه راست مغز گوسفند رو به شما داره نشون میده. راستی حواست به اینم باشه که شما برای دیدن درخت زندگی یا درخت حیات حتما باید کرمینه رو برش بدید تا به واسطه برش خوردن کرمینه بتونید 2 تا نیمکره مخچه رو از همدیگه باز کنید. چون تو شکل بالایی هم براتون توضیح دادم، یک بار دیگه برم روش. ببینید کاملا کرمینه سطح رویی 2 تا نیمکره مخچه رو به قسمت زیادیشون رو احاطه کرده و باید کاری بکنیم که برش بخوره، بتونیم قسمت های داخلی نیمکره های مخچه رو هم مشاهده کنیم. باز تاکید میکنم تالاموس ها قده نیستند، 2 عددند، با یه رابط خیلی نحیف و ضعیفی به هم دیگه متصلند. خب که با یه فشار دست هم باز میشن. هیپوتالاموس قده است 1 عدده، هیپوفیز قده است 1 عدده، اپیفیز قده است 1 عدده. ترشحات این قده ها رو هم که سر جای خودش مفصل با هم بررسی خواهیم کرد. با اینکه تو کتاب زیر ذره بین تو این فعالیت خیلی نکته نوشتم براتون و حاشیه نویسی شده، ولی خب دلم میخواد این نکته رو اینجا هم بگم که اگر احیانا به هر دلیلی الان کتاب دم دستت نیست، حواستو در مورد تالاموس ها جمع کن که تالاموس ها زیر رابط 3 گوش دیده میشن. تالاموس ها بالای هیپوتالاموس دیده میشن. تالاموس ها یه طورایی میتونم بگم زیر لیمبیک دیده میشن. تالاموس ها یک رابط نحیف و ضعیف با همدیگه متصلن، با کمترین فشار کتاب گفته میتونیم از همدیگه جداشون کنیم. عقب تالاموس ها بطن سوم قرار گرفته، لبه پایینی بطن اپیفیز و عقب اپیفیز هم که برجستگی چهارگانه. این جمله های در واقع پایانی این فعالیت، اون 3-4 خط آخر رو سعی کنید بخورید، راحت بگم سعی کنید جمله ها رو بخورید که تو تست اومد دیگه هی نخواهید تجسم کنید این داره کجا رو میگه. عین همین جمله ها رو معمولا توی تست ها استفاده میکنن. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا یار و نگهدار شما.